عبادت های بدنی، مثلا عبادت ما شما دیدین در موی خود عبادت داریم، آیا در روی خود عبادت داریم؟ ها؟ عبادت روی کس گفته ایتون؟ بسیاری کسا نمیگن، میگه پاره مثلا سرش بحث نمیکنن. عباداتی که مربوط به چی میشه؟ مربوط به روی میشه. این حال وقتی که شما ریشتان عبادت موی برای خانم‌ها چی هست؟ اگر یک زن مسلمان مویش مرد نامحرم ببینه، در حدیث شریف میگه در قبر از موی آویزان میشه. پس خانمی که موی خود پت میکنه از نامحرما، این عبادت چی رو کرده؟ عبادت موی خود کرده. و خانمی که مویای خود چوتیای خود اینجا واز میمونه، لیوار سایه ناستده، او سنگه شیر آقا راغلی، او شیر آقا خان باز یک چوتی چی طرف هست ده؟ بی بی آجی ده، مفتمی بی آجی نده، ده بی بی گناهگار ده. بی بی گناهگار، بی بی گناهگار ایوارش برش جایز است؟ ایوار جایز است؟ چوتیای مویش است، مویاش اینجا جور کردن. بازو تو خوبه است، در بیرون که از بادم چادری در فرق خود میپرته، در میرام میده و یگان طرف ببین آستینای کلان کلان جور میکنه. پس موی عبادت دارم، روی عبادت داره نداره؟ بله. وقتی یک جوان ریش میبینه که خوب اما تو یک قبض ریش داره، او 100% عبادت الله را کرده. ریش ما که کم است، نمره ما 50% شاید باشه. پس ما گناهکارتر هستم، باید بفهمم که ما گناهکار هستم. و این کسی که ریش خدا کل میکنه باید بفهمه که اینمی معصیت الله و رسولش کرده. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده که ریشتان بگذارین، و این وقتی که امر شد دلالت به وجوب میکنه، یعنی فرض است. یعنی ریش گذاشتن چی است؟ واجب و فرض. دیگه مذاهب که است تنها احناف میگه فرض و واجب، دیگه علما میگه نه فرض و واجب یک چیز است. احناف که پرسان کردیم ما که خوانیم، علمای احناف میگه که واجب و فرض حکم اردوشان یکی هست. اما خیلی چرا این واجب گفتید فرض گفتید؟ میگه به خاطر فرقشان از نگاه اعتقادی است. اگر در واجب کس منکر میشه کافر نمیشه، در فرض کافر میشه، فقط این نقطه است. اما حکمشان از نگاه عمل فرض واجب یک چیز است. پس وقتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک امر کرد و در او کدام قرینه برای از این باشه که مباح باشه، پس اینا اگر کسی مخالفت از این میکنه، این چی است؟ وقتی که رسول الله امر کرد، امر دلالت به چی میکنه؟ به وجوب میکنه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که اوفوا اللحی، ریشایتان بگذارین و بروتایتان چی کنین؟ کم کنین. از همین خاطر خلقی ها به خاطر که ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، بروتا را کتا کتا میگذاشتن، ریشه چی میکردن؟ کل میکردن. فهمیدی یعنی؟ در حالی که برود باید کم شوه، کم که دلبت نخوره و ریشت باید گذاشته شوه. پس این عبادت است، این عبادت روی انسان. متوجه هست یعنی؟ یک نفر دیگه مثلا عبادت چی است؟ خانم ها مثلا ابروهای خود میچینن. آیا ابرو چیدن؟ او نگفته که لعن الله الواشمات والمستوشمات، لعنت الله هست به او زنهای. بعضی زنها در روی خود خال میزنه، یعنی عبادت است. باید خالکوبی در روی نکنه، مثلا ابروهای خود نچینه. اینیا کلش عبادت ها هست. یا تو نیست که مثلا یک نفر امر الله را میکنه. عبادت چی است؟ هر امر الله را که تطبیق میکنی عبادت است، و هر امر الله را که مخالفت میکنی چی است؟ این معصیت است. میدونی؟ پس این حال ما عبادت های بدنی، عبادت بر روی خود داریم، عبادت بر ریش خود داریم، عبادت بر گوش خود داریم. وقتی که تو در گوشت خواندنای موسیقی ها و سازا را میشنوی، تو معصیت الله را کردی. الله این گوش بر تو داده، نداده برای اینکه تو بری تمام روز گپای سازنده و این گپا را چیز کنی. هر چیز هستن. حتی دندانای انسان عبادت داره، زبان انسان عبادت داره. میفهمین عبادت دندان ها چی است؟ ها؟ عبادت زبان و دندان نمیفهمین؟ عبادت دندان چی است؟ عبادت حلق چی است؟ وقتی که تو الله برات گلون داده، گفته که از این نام ما حلیم علیم است، تو میخیزی ایوازی که نام الله که علیم است، تو را علیم میگی، دردناک.